بنبست افغانستان و نشست وین، چهره‌های سیاسی ضد طالب به شمول مسعود در اتریش گرد هم آمدند. افزایش قتل‌های فراقانونی از سوی طالبان. سراج الدین حقانی قتل‌های فراقانونی از سوی نیروهای این گروه را تایید کرد. ادامه واکنش‌ها به تیرباران اسیران توسط طالبان. دیدبان حقوق بشر اعدام صحرایی اسیران در پنجشیر را جنایت جنگی دانست. و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید که طالبان به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و حرف‌هایشان به اندازه کاغذ ارزش ندارند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من وحیده انوری از آماج نیوز خوش آمدید. نشست وین با حضور 30 چهره سیاسی از جمله احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در اتریش آغاز شده است. این نشست با ابتکار اینستیتوت امور بین المللی اتریش روز پنجشنبه 24 سنبله برگزار شده است. در این نشست احمد مسعود، رنگین دادفر اسپنتا، رحمت الله نبیل و شمار دیگر از چهره‌های سیاسی افغانستان حضور دارند. گفته می شود که در این نشست در پیوند به مقاومت سیاسی و نظامی در برابر طالبان رایزنی صورت میگیرد. علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در رشته توییت‌های گفته که این نشست نخستین تریبیون است که مخالفان طالبان در آن گرد هم میآیند و در مورد افغانستان صلح آمیز و دموکراتیک بحث میکنند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان این نخستین بار است که پایتخت یکی از کشورهای غربی از چهره‌های مخالف طالبان میزبانی میکند. صدای سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان که در شبکه‌های اجتماعی درس کرده، حاوی اعترافات او از کشتن افراد در ایست‌های بازرسی طالبان است. او میگوید که هرچه داد میزند که عفو عمومی اعلان شده و نباید کسی را اذیت کرد، اما باز هم یکی برمیخیزد و فردی را در یک چک پوینت میکشد. طالبان درست پس از به قدرت رسیدن در افغانستان عفو عمومی اعلان کردند. بر اساس این عفو هیچ طالب عقل ندارد کارمند حکومت پیشین و شمول نیروهای مسلح حکومت پیشین را بازداشت، اذیت و شکنجه کند. اما افراد زیادی تا اکنون به گونه هدفمند به قتل رسیدند که بیشترشان نظامیان حکومت پیشین بودند. طالبان همواره اتهام قتل نظامیان حکومت پیشین را پس از به قدرت رسیدن در افغانستان رد کرده، اما صدای وزیر داخلی این گروه که بر رسانه‌های اجتماعی درس کرده، حاوی اعترافات او از رعایت نکردن فرمان عفو عمومی و کشتن افراد در ایست‌های بازرسی طالبان است. زمان و مکان این سخنرانی مشخص نیست. حقانی که ظاهرا در یک گردهمایی با برخی از فرماندهان طالبان صحبت می‌کند میگوید ما هم خود را اصلاح میکنیم، شما هم وعده کنید که خود را اصلاح میکنید، یکدیگر را نمیشرمانیم و ملت مسلمان را بیجا اذیت نمیکنید. او می‌افزاید که من فریاد میزنم که امن هست و عفو است، اما باز هم یکی برمیخیزد و در یک چک پوینت فردی را میکشد. کل حرفهایم درباره عفو عمومی دروغ ثابت میشود. مجاهدین طلبیاشون ملشیت و هرته چې د اولو الامر ته هم نصیحت پکار ده چې خالي مجاهدین من درسخه موږ هم ځانونه اصلاح کوي، تاسو هم ځانونه اصلاح کوي، دا به وعده سره کوي، یو بل به نه سره شرموي، مسلمان ولس به نه بځایه ځوروي. دا خبره د بار بار کومه چې موږ امن دی، عفو دا پلانای دا بیا درم څه پروژیکټ په دا لاره چې پاینو باندې یو څه کولی شي دي او چې څنګه والی اپورټ ته درواته شي. حقانی درباره تقاضای اعاشه از سوی فرماندهان طالبان میگوید که ما در روزهای سخت صدا می‌کردیم برای ننگرهار، کندوز و مزار به تشکیل ضرورت داریم. چند نفر پیدا میشد نمیشد، اما امروز میآیند برای ما اعاشه 1000 نفر را بدهید. او سپس می‌افزاید که از برای خدا من از بنگلادش، هند، پاکستان و ایران گندم و غله میآورم که بخورید. شما نیز کمی انسانیت داشته باشید. وزیر داخلی طالبان در حال از رفتار افراد طالبان درباره رعایت نکردن فرمان عمومی گلایه می‌کند که یونما نیست در نخستین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر تایید کرد که گروه طالبان فرمان عفو عمومی را عملی نکرده است. یونما در گزارش خود که در ماه سرطان امسال نشر کرد گفت که حداقل 160 قتل فراقانونی مقامات دولتی و امنیتی سابق را توسط افراد طالبان بین 15 اگست 2021 تا 15 جون 2022 ثبت کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان، در دیدبان حقوق بشر میگوید که این سازمان اطلاعات نگران کننده ای از اعدام افراد بازداشت شده در پنجشیر دریافت کرده است. خانم عباسی می‌افزاید که دیدبان حقوق بشر اعدام صحرایی اسیران از سوی افراد طالبان در پنجشیر را جنایت جنگی می‌داند. طبق گزارش‌های منتشر شده، طالبان اخیراً فرمانده محمد یار از فرماندهان جبهه مقاومت ملی و 6 نفر از نیروهایش را پس از یک درگیری طولانی در منطقه شابه ولایت پنجشیر به اسارت گرفته و آنان تیرباران کردند.
ذبیح الله مجاید سخنگوی طالبان اخیراً گفت که در عملیات پاکسازی این گروه در پنجشیر دست کم 40 تن از نیروهای جبهه مقاومت کشته و بیش از 100 تن آنان اسیر شدند. گروه طالبان ویدیوی تیرباران کردن اسیران جبهه مقاومت را نیز همگانی کرده است. فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان، در دیدبان حقوق بشر نگرانی این سازمان درباره تیرباران کردن اسیران در صفحه توییترش نشر کرده است. او نوشت: ما اطلاعات نگران کننده مبنی بر اعدام افراد بازداشت شده توسط نیروهای طالبان در جریان نبرد با نیروهای مخالف در پنجشیر دریافت کرده ایم. او گفت که اعدام صحرایی جنگجویان اسیر و غیر نظامیان جنایت جنگی است. این پژوهشگر دیدبان حقوق بشر می‌افزاید که ما از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم که به حقوق بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند. به دنبال کشته شدن شمار از اسیران توسط طالبان در پنجشیر، یونما نیز در مورد نقض جدی حقوق بشر در این ولایت و مناطق دیگر افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرد. یونما گفت که وضعیت را زیر نظر دارد و خواهان به عدالت کشیدن عاملان هر جنایتی است. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان روز چهارشنبه در خبرنامه‌ای گفت که طرف‌های منازعه علاوه بر احترام به حقوق زندانیان تعهدات بین‌المللی روشنی نیز دارند. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا میگوید که اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد که داعش و القاعده در افغانستان در حال سازماندهی نیروهای خود هستند و ایالات متحده در معرض تهدید است. جان بولتون به صدای آمریکا گفت که طالبان به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و حرف‌هایشان ارزش کاغذ را هم ندارند. طالبان با آمریکا و دیگر کشورها وعده دادند که هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه آنها نیست. این در حالی است که آمریکا میگوید که ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل بود و در یک حمله پهپادی این کشور در منطقه شیرپور کابل کشته شد. گفته می شود که رهبر القاعده در خانه متعلق به سراج‌الدین حقانی که تحت تعقیب آمریکاست زندگی می‌کرد. جان بولتون میگوید که در حاکمیت طالبان در افغانستان جهان باید نگران ورود فزایند تروریست ها باشند. این مقام پیشین آمریکا پیشتر گفته بود که طالبان نباید به رسمیت شناخته شود.